سلام. در این ویدیو قصد داریم از رهاد براتون بگیم. رهاد در لغتنامه ها به معنی نغمه یا نوایی از موسیقی، سیاح، مسافر و از این قبیل معانی معنی شده. اما اینجا رهاد برای ما و به تعریف ما بستری موسیقی است، برای آهنگساز و نوازنده. آهنگساز و نوازنده‌ای که در پی تلاش برای برون رفتی از وضعیت موجود در امر آفرینش، گروه نوازی، هم نوازی و در کل ساحت‌های عملی دیگری در موسیقی ایرانی باشند و به دنبال آن هستند. در این راستا آهنگساز و نوازنده با ارائه ایده‌های موسیقی که مختصاتی علمی، فنی و اجرایی بر آن حاکم و برآمده از برداشت و تفسیر وی از موضوع موسیقی ایرانی و نگاه زیباشناسی او به کانسپت کلی موسیقی ایرانی می باشد، در پی کشف و تجربه به دنبال افقهای روشن و پویا می گردد. ما یعنی رهاد در حد بضاعت خودمون در تلاش و تعامل برای ساخت چنین بستری برای اجرایی کردن این نوع نگاه ها هستیم که این تمرکز و انتخاب فضای کار، تعامل و تلاشی اندک برای عبور از وضعیت گذار موجود در موسیقی ایرانی و نیز هموار کردن این مسیر برای اهالی موسیقی به طور خاص آهنگساز و نوازنده می باشد. رهاد در حال تمرین، تعامل، پویایی، ارتقای توانایی فردی و جمعی می باشد و به دور از قضاوت و نگاه ارزش‌گذارانه و یا حمایت و دنبال روی از سلیقه یا قلم موسیقیایی خاصی در مسیر تجربه، تمرین، یادگیری، ضبط و اجرا در ساحت‌های مختلف موسیقیایی می باشد. ممنون میشیم اگر علاقه‌مند بودید ما رو در پلتفرم‌هایی که مشغول به ارائه و فعالیت در آن هستیم دنبال کنید و اگر نقطه نظر یا پیشنهادی در این راستا داشتید با ما در میون بذارید. ممنون.